بعضی مردانی به گفت خودشان با عقل میگویند زن بی عقل است، زن عقل ندارد. خب برای چنین مردانی که به گفت خودشان با عقل هستند گفتنی هستند که بله زن بی عقل است، عقل ندارد. بی عقلی زن در آن است که تو بر اینها را 9 ماه با بهای صحتیش در بطنش نگاه داشت. هنگام تولد با تمام خوشحالی و با آب دیده تو را پیشواز گرفت و 2 سال شیر سفید داد و 18 سال با مهر پرورش کرد تا تو امروز بیایی و به عقل بگویی و تحقیرش کنی. پناه به خداوند. جوان مردان مسلمان، از الله بترسید، در حقوق زنان کوتاهی نکنید. از الله بترسید. برای شما همین قدر کافی است که الله رب العالمین از بالای 7 آسمان سفارش زنان را کرده می فرماید استعیذ بالله و عاشروهن بالمعروف، با زنان رفتار نیکو داشته باشید. همچنین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز می فرماید، سفارش زنان را کرده می فرماید استوصوا بالنساء خیرا، من شما را تأکید می کنم، توصیه می کنم که با زنان رفتار نیکو داشته باشید. پس چگونه شما به زنان ظلم و ستم می کنید، آنها را تحقیر می کنید، زن را به عقل می گویید. پس آیا خودی تو از زن تولد نشده ای؟ خصوصا به مادران احترام خصوصی داشته باشید، خوب احترام داشته باشید. کمترین سخنانی که سبب رنجش مادر می شود هرگز به زبان نآورید. در حق زنان از الله بترسید. زن مادر است، زن همسر است، زن دختر و خواهر است. در حق آنان کوتاهی نکنید. از الله بترسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.